بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا الشمس كورت هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود و اذا النجوم انکدرت و هنگامی که ستارگان بینور شوند و اذا الجبال سیرت و هنگامی که کوه‌ها به حرکت درآیند و اذا العشار عطلت و هنگامی که ماده شتران باردار رها شوند و اذا الوحوش حشرت و هنگامی که جانوران وحشی گرد آورده شوند و اذا البحار سجرت و هنگامی که دریاها جوشان و برافروخته شوند و اذا النفوس زوجت و هنگامی که روح‌ها با تنها قرین شوند و اذا الموءودة سئلت و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود بأي ذنب قتلت به کدامین گناه کشته شدند و اذا الصحف نشرت و هنگامی که نامه‌های اعمال گشوده شوند و اذا السماء کشطت و هنگامی که پرده از روی آسمان برگرفته شود و اذا الجحیم سعرت و هنگامی که دوزخ افروخته و شعله‌ور گردد و اذا الجنة ازلفت و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود علمت نفس ما احضرت در آن هنگام هر کس خواهد دانست چه چیزی را برای آخرت خود حاضر و آماده کرده است. فلا اقسم بالخنس پس سوگند به ستارگانی که باز می‌گردند، الجوار الکنس شتابان حرکت می‌کنند و از نظر پنهان می‌شوند. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش کاسته شود و پشت کند و سوگند به صبح هنگامی که بدمد. انه لقول رسول کریم بیگمان این قرآن سخن فرستاده بزرگوار جبرئیل است ذی قوة عند ذی العرش مکین که مقتدر و نیرومند است و نزد الله صاحب عرش مقام و منزلت والایی دارد. مطاع ثم امین در آسمانها مورد اطاعت فرشتگان و امین وحی است. و ما صاحبكم بمجنون و ای مردم، همنشین شما محمد صلی الله علیه و سلم دیوانه نیست ولقد رآه بالافق المبین و به راستی او جبرئیل را در افق روشن دیده است و ما هو علی الغیب بضنین و او بر آنچه از طریق غیب به او وحی شده بخیل نیست. و ما هو بقول شیطان رجیم و این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست. فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین پس به کجا می روید؟ این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست. لمن شاء منكم ان یستقیم برای کسی از شما که بخواهد راه راست در پیش گیرد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین و شما نمیخواهید مگر آنکه پروردگار جهانیان بخواهد.